تلویزیون بدخشان شام 20 فوریه ویدیو لازم در بازداشتگاه و اجرای کاری مفتش پروندهش با عمکش جوهرشو علی بیکو و برادرش بختیار علوچوف بخوری کردن امردین علوچوف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کرد. قبلا سر و صداها پیدا شد که گویا علوچوف رگای دستش را بریده است و او را در حالت وزنین از سزا به بیمارخانه بردند. این سر و صداها بعد نشر ویدیوهای پیدا شد که در آنها علوچوف از کردار خود اظهار پشیمانی میکرد و میگفت گویا خودش با اختیار خودش از روسیه برگشته است تا در نزد قانون جواب بگوید. او همچنین از ساکنان بدخشان دعوت کرد که از پس باقر و دیگر لیدرهای غیر رسمی این منطقه نروند، ولی علوچوف در ویدیوی نو نشر شده گفت که صحت و سلامت است و کسی او را نزده است و شکنجه نداده است. عمک و برادر او نیز در این ویدیو گفتند که در بدن او یگان آثار علامت لطوکوب مشاهده نکردند. به هر گپ باور نکنید، من زنده سلامت، نه کسل نه یگان چیز، گفت خود علوچوف. منتقدان و حامیان حقوق بر اینند که ویدیوهای علوچوف را تحت فشار ثبت میکنند و از او برای کارهای ترغیباتی استفاده برده ایستادند. سازمانهای حامی حقوق میگویند او تا حال به ادوکات مستقل دسترسی ندارد و تحت ریسک زیاد شکنجه قرار دارد. ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان روز 7 فوریه در یک اظهارات گفت ادوکات کارکرده این سازمان از 8 فوریه به این طرف نمیتواند مکان بود و باش امردین علوچوف را معاین کند و با این نفر تحت حمایت خود واخورد. امردین علوچوف 21 دکبر سال 1977 در ناحیه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، 2 فرزند دارد. امردین علوچوف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلبهای اعتراضگران را به وی رسانیدند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 9 ژانویه در یک جلسه در خوروغ علوچوف را سرکرده گروه جنایی نام برده به آن ایبدار کرد که زادگان این ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. امردین علوچوف روز 11 ژانویه در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها الکی روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد. شادی حفیظ‌زاده سردار اوبوب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی گفت امردین علوچوف به گروگانگیری، از آزادی محروم کردن و عملهای دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. نامبرده برای صادر کردن جنایت‌ها در جستجو قرار داشت.